قابل توجه اونایی که عادت دارن دل بشکنن. قابل توجه اونایی که زندگی مردم براشون اهمیتی نداره، میذارن زیر پاشون لگد میکنن. ده برو که رفتی. اینو گوش بدید، به دردتون میخوره. راستی اونایی هم که حقشون ضایع شده، دلشون شکستن، هم گوش بدن عاقبت یه همچین افرادی رو بدونن چیه. ببین، خدا وقتی داشت انسان رو خلق میکرد توی قرآن میگه و نفخت فیه من روحی، من از روح خودم توش دمیدم، از خودم توش گذاشتم. خب کجا گذاشته؟ تو چش من گذاشته؟ تو دهن من گذاشته؟ دماغ من گذاشته؟ نه، تو قلب من گذاشته. و وقتی تو میای این کار رو میکنی و قلب من رو میشکنی، یعنی مستقیما داری با خدا مبارزه میکنی. آخرین نفری هم که با خدا مبارزه کرد یه مگس رفت تو دماغش، ببین چه بلایی سرش آورد. حالا تویی که حق دیگران رو میخوری، حالا تویی که نفس برای دیگران نمیذاری، جوری تو زندگیت خدا برات بذاره، بکاره، دست اندازی برات بذاره که چپ و راست بخوری زمین بگی عجب اشتباهی کردم. یه خط قرمزی بذار نزدیک قلب این بنده های خدا نشو. قلب جایگاه خداست، از خدا.